سفارت تاجیکستان در روسیه روز 24 ایون سال 2023 با نشر یک مراجعتنامه ویژه به مهاجران تاجیک در این کشور هشدار داد که با در نظر داشت تهدید به وضعیت امنیتی در کشور اقامت از سفر غیر مقصدناک به منطقه های نزد سرحدی روسیه با اوکراین خودداری نمایند. همچنین از شهروندان خواهش کرده می شود که به جایهای جمعیتی سیر آدم و چاره‌بینی های عمومی خصوصاً با استفاده از نقلیات شخصی خود نروند. به شهروندان تاجیک پیشنهاد شده است که برای گرفتن معلومات بیشتر می توانند به سفارت و کنسولگری های جمهوری تاجیکستان در شهرهای اکاترینبورگ، نوسیبیرسک، سانت پتربورگ و اوفا مراجعت نمایند. سفارت برای این هشدار خود تفصیلات دیگر نداده است، ولی آن در روز نشر شد که یوگنی پریگوژن رهبر شرکت خصوصی حربی چویکا واگنر در ادامه اختلافش با رهبران وزارت مدافع روسیه از آغاز مارش عدالت اشغال انشاءات مهم در شهر رستاو لب دریای دون در جنوب این کشور و از مشام برای حرکت به طرف مسکو خبر داد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین این عمل دوست سابق خود پریگوژن را خیانت به روسیه، تهدید مرگبار به دولتداری روسیه و ضربه از پشت نامید و گفت تشکیل کنندگان و اشتراکچیان این آشوب مسلحانه به جوابگری کشانده می شوند. مقامات روسیه به ضد پریگوژن پرونده جنایتی گشوده چاره‌های امنیتی را در شهر و ولایت مسکو و منطقه‌های دیگر افزایش دادند.